بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. عرض به حضور که یک مطلبی تو این چند روز گذشته خیلی پخش شد و من گفتم که دربارش با هم دیگه صحبت بکنیم. خالی از لطف نیست، بحث جالبیه. عرضم به حضورتون یکی از کسایی که توی وادی هنر کار میکنن، فعالیت دارن، مدتیه چنده هست. ایشون سخنرانی داشتن و بیاناتی کردن که جالبه که دوستان همه بدونن. آقای شهرام ناظری رو دعوت کردن به ترکیه و ایشون مطالبی رو عنوان کردن که خیلی جالب بود و خیلی جالبه. راجع به مولانا خیلی تشکر و سپاسگزاری کردن از دولت مردای ترکیه و مسئولین ترکیه که مولانا رو حفظ کردن و گفتن که خوشبختانه اینجاست و آثارش حفظ شده. خیلی ابراز خوشحالی کردن، گفتن که اگه تو ایران بود مکتب مولانا از بین میرفت. آقای شهرام ناظری عزیز، من نمیدونم، دوستان ما در ترکیه ظاهرا شما رو بردن هتل یوال و پذیرایی آنچنانی کردن و شما خوشت اومده. نمیدونم واقعا، برای منی که شما رو از جزو یکی از هنرمندا میدونستم، ولی مرز بین هنر و بیهنری ظاهرا خیلی مثل مو باریک و متاسفانه شما لغزیدی و از اون طرف افتادی. نمیدونم، شاید اگه فقط در حیطه کاری خودت صحبت میکردی آقای شهرام ناظری این فضاحت به بار نمیومد. شما گفتی که مکتب مولانا از بین میرفت. نه عزیز دل من، ببین همین الان بزرگان ما، تأثیرگذاران در اجتماع، از تو هر قشری، مثلا من مثال میزنم، اساتید دانشگاه، تو رشته فلسفه، تو رشته ادبیات، تو تمام رشته ها، برای اینکه یک مطلب جا بیفته حتما یه شعر از یکی از این بزرگان، مولانا، سعدی، فردوسی، حافظ، استفاده میکنن. آقای شهرام ناظری، هنرمندای ما، سینماگرای ما، خود حضرت عالی و همسنفی های شما حتما از اشعار مولانا استفاده میکنن، حالا یا به عنوان مثال استفاده میکنن ازش یا به عنوان شعر از اشعار مولانا استفاده میکنن. نباید شما این حرف رو بزنید. من حالا دعوت میکنم ازتون توی ایران، توی یکی از هتلای به قول خودتون لاکچری توی ایران، مثل نمونهاش کم نیستن، برین. شاید عقیدتون و نظرتون راجع به شعر مولانا برگشت، راجع به مکتب مولانا برگشت. امیدوارم که
دیگه این حرفا رو جایی نشنویم. این حرفا کم از خیانت و وطن فروشی نیست. همه رو به خدای یکتا میسپرم. خدا نگهدار.